سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. من متینم و امروز قراره که فارم رید رو بسازیم. فارم ریدی که قراره بسازیم دو تا فارم جداه که قراره بسازیم. یکی این که فارم معجون ریده قراره بسازیمش، بعدش هم قراره اون طرف فارم خود رید رو بسازیم و برای وسایلی که نیاز داریم برای ساخت فارم، هر دو تا فارم اینان همینقدر وسایل نیاز داریم برای ساخت هر دو تا فارم. و من میخوام یه سیستم جمع‌آوری هم درست کنم که نیاز داریم به اینقدر از وسایل، این ور وسایل. خیلی خوب، برای ساخت این فارم از اینجا باید شروع کنیم که این قسمت ها رو برداریم. بلاک بردارید از هر نوع بلاکی که دوست داشتین، خودتون خواستین تزیینش کنین از هر بلاک. یکی یه فاصله بذارین و اینجا بذارین، این ور بلاک بذارین و یکی هم باید اینجا بذارین مستقیم در جهت اون. یکی هم اینجا بذاریم یکی با هم قراره اینجا بذاریم. یکی هم باید اینجا بذاریم در جهت این دوتا. بعد که اینجا رو علامت گذاری کردیم، حالا باید از این طبقه دوم کامل خراب کنیم، از اینجا تا طبقه آخر، تا سقف اینجا بقیه‌شو همه رو خراب کنیم. خیلی خوب، نیا کنین الان باید اینجوری خالیش کنیم اون بالا رو. الان اومدم اینور در جا اسپان شدن. خب طبقه اول، دوم و طبقه سوم کلا بردارین دیگه. حالا این پله ها رو من الان گذاشتم اینجا که راحت بتونم کارمو بکنم. اینا رو خالی میکنم. حالا من اینا رو نیاز دارم برای ساخت فارم. اینو هم برمیدارم، آبو بذارم اینجا. اینو نمیخوام، این هم میخوام، اینم میخوام. حالا بذار باشه. خب ردستون هم هست، همه چی آماده است. الان باید این قسمت که من اینو میذارم، شما میتونه همینجا دو تا دونه صندوق بذارین و همینجا بیاین وسایلاتون جمع، معجونا و چیزایی که دراب میشه رو جمع کنین و برین. حالا من میخوام اینو یه دونه راه بکشم تا به بالا، قشنگ بیفته اونجا، راحت باشه کارم. بلاکو برمیداریم. این چیز
قرار الان یه جایی بسازیم که موبا بیفتن و خودکار بمیرن. اینجا رو دقت کنین چون برای بیشتر فارم های اتوماتیک از این راه داخل بدراک این راه استفاده میکنم برای کشتن موبا که راحت ترین راهش هم هست. یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه هم اینجا. بعد حالا ابزرورا رو با اینجا بذاریم و اینجا. دقت کنید فلشاشون دقیقا همین مدلی باشه که من دارم میذارم الان. اینجا و این. حالا یه دور امتحانش کنیم. حالا اینو بدم بالا اینجوری خودکار اینجوری میشه. و الان هر موبی بیفته این داخل میمیره. کافیه فقط یه دونه ترایدنت هم بذارم اینجا تا هر موبی افتاد اینجوری خود بمیره. حالا ما خودمون نمیریم. یه بلاک دیگه میایم روی این بالا و این قسمت ها رو حالا این 4 طرف رو به هم دیگه میچسبونیم و توشون رو پر میکنیم. حالا بعد یه لایه هم اینجوری دور اینجا بکشیم، روشون هم یه لایه شیشه بکشیم اینجوری. حالا که اینجا رو تمام کردیم باید یه ذره وسایل بردارم. دستم نمیرسه. یه 4 تا از اینا میخوام. بعد یکم چوب میخوام. چوب ندارم بالا خب این از همین استفاده میکنم. لعنتش. یکم چوب بردارم. ببینین شما میتونین همینجا 4 تا دونه باکت آب بیارین و بذارین. من می‌خواستم راحت‌تر بشه کارم برای من دیگه آب نیاوردم بذارم. 4 تا آیس میذارم همینجا بعدش هم میشکنمش که قشنگ ازش آب بیاد. قبلش هم باید یه چیز کنید. این داخل رو پر کنید. با ساین میگیرین اینجوری قشنگ میذارین توش که آب ازش پایین نره. چون نمیذاره. این ترایدنت هم بزنیم داخلش در اومد. حالا آماده است. مییم بالا اینو میشکنیم بهش آب در میاد. اینا هم بذاریم داخلش چون روی این اسپان میشه. چهار طرف و آب بزنیم. خیلی خوب. الان باید یه چیز کنیم. الان یکم فاصله بگیرین ازش ببینین کار میکنه فارمه یا نه. اگر بیاین اینجا بشینین میتونین ببینین که
ویلیجر اسپان میشه یا نه اسپان شده. شما مریضتون کنیم این وضعیت ویلیجر دارم فراسایش دارد بشه اینجا. خب حالا من اینو قدش کنم. حالا من میخوام یه سیستمی درست کنم که قشنگ از این بالا که میفته بره تا بالا جایی که باید وایسیم و این اسپان بشه. اول از همه این سیستم جانورش درست کنیم. اینجا رو بزنیم یه دونه از این و یه دونه از این. اینجوری باید کنیم این رو بش کنیم. الان برای اینکه قشنگ به لیز بخوره و بره تا بالا آیس چیزی میخوایم، پک آیس میخوایم و یه سولسند و اینا هم به بلوکایی که نیاز داریم برای ساختش. یه مقدار چیزم نیاز داریم. دکمه هم نیاز داریم. از اینجا میاد اینجا و از آسانسور آب میره بالا. اینجا بذاریم و دکمه میزنیم روش. حالا اگه مثلا این دکمه رو بذاریم داخل که میزن کنم و لیز بذاریم کابل. شب شدنش خیلی مفید. اینو میکنیم و اینجا رو پر میکنیم. اینو باید تا ارتفاع 104 33 بلاک تقریبا 40 بلاک از اینجایی که این فرمو ساختیم 30 یا 40 بلاک بریم بالا هرچند دوستی شه. خیلی خوب حالا نیاز داریم به کلپ. اول از این بالا آب میذاریم بره تا پایین. حالا خودمون میریم پایین و از اینجا کلپ میذاریم این بالا. حالا دوباره میریم پایین. اینا میکنیم از این میگیریم. خیلی خوب حالا باید یه چیز کنیم. یخو با یه چند تا دیگه از اینا برداریم. هاپر هم بر میداریم. الان این پشت رو
دوتا میذاریم میم بالا. حالت لوله مانند دیگه من میخواستم باشه. اینو هم اینجوری میکنیم، اینجا رو هم دارم قشنگ بشه. یه دونه یخ بشکن. تکایس آیس معمولی ندارم. خب بس باید برم پای آب برم. خب دیگه پایین کاری نداره، فقط اینو روشن کنم و اینجا هم چیزی نمیکنم و تازه ندارم. ترسیدم برسه. خب در اومد. حالا اینجا هم یه دونه آب میذاریم که اینا بیاد طرف این ور. بعد اینو برمیداریم، 2 تا آیس میذاریم، 1 2 تا. بعدش هم حالا دکمه ندارم ولی یه چیز میکنم، بعدم میسازم. حالا که 4 تا از اینا میخوایم، اینجا و اینجا بذارم بالا. حالا باید یه محیط اندازه همون پایین 11x11 اینجا بسازم برای اینکه اینجا وایسم و اون پایین ها اسپام بشن و بیاد تو حالا لوتاش. خیلی خب اینجا هم ساختم و یه 2 تا چست اینجا میذارم و یه دونه هاپر اینجا. بعد الان باید چیکار کنم، اینجا رو بشکنم، اینجا رو هم بشکنم، 2 تا چست اینجا و یه دونه هاپرم چسبیده به اینجا. مشکل پیدا کردیم که آخه چون نمیذاره. بس شد. الان باید همه چی بیاره داخل این. خیلی خوب اینو هم بردارم. همین الان که اینجا بستنیم یه دونه پوشن 3 داده، یه دونه پوشن 4 داده، یه دونه 3 تا هم پوشن 2 داده که خیلی این ساعت هم داره الان کار میکنه. هم پایین
از اون پایین میکشه، همینجور میگیره میاد بالا، اینجا پیاده میکنه. من فقط یه کاری کردم، 2 تا دونه سنگم نیاز داشتم که نیاوردم. اینجا دارم یه 2 تا از اینا هم بگیرم داخل. حالا دیگه خوب شد. حالا بریم جایی که قرار رید راه بندازیم بسازیم. دقیقا یه فاصله هر جا که دوست داشتیم میتونیم درست کنیم. حالا من یه ذره فاصله میدم اون ورتر درست کنم. بعد همین دیگه بریم درست کنیم، شروع به ساختش کنیم. برای ساخت ریدش خیلی راحته. تنها مشکلی که داره اینه که یه دونه ویلیجر نیاز دارین که بیارین اون بالا بذارین. 24 ساعته اون باید اون بالا باشه. 24 ساعته انگار کارگره. کلا باید اون بالا باشه دیگه. یخو رو بذارم. خب با برگ باید چیزیشو بسازین یا شیشه هم میتونین بسازین، فقط چیزی که اسپان نشه روش مابی. و یه 64 تا هم بلاک بردارین دیگه. 16 تا نیاز داریم به ترپتور. حالا من ترپتور آهنی برداشتم که دستم نخوره بیفته. اینا رو بذارم، اینا بمونه. نونو برمیدارم. چقدر دستم پره همش، اصلا دستم خالی نمیشه. یعنی راستی چیز این سیب رو بگیرم درست کنم همین الان، یادمون نره. حالا من اینجا اصلا دور برم هیچ ویلیجی نیست، مجبورم که چیز کنم. یه دونه ویلیجر رو زامبی ویلیجر رو باید تبدیل کنم به ویلیجر. حالا توی شب بشه یه دونه زامبی ویلیجر رو میگیرم ترمیم میکنم بهتون نشون میدم. بعد تا ارتفاع 160 40 بلاک بریم بالا دیگه تقریبا. حالا من الان بهتون میگم تا ارتفاع 106 باید برم بالا من. فکر کردم چیه. خیلی خوب، اینجا دقیقا براش عالیه. حالا یه محیط 5x8 باید بسازیم که میشه 1 2 تا 1 2 تا 1 2 تا 2 3 4 5 6 7 و 8. حالا همین رو پرش کنیم دیگه. دقیقا همین جور دیگه. حالا بیایم این ور 1 2 تا فاصله میذاریم و اینجا یه محیط 3x3 رو برمیداریم. من یه لحظه استاپ کنم ویدیو. خیلی خوب، حالا ببینید باید در این پایین 2 تا اینجوری بذارید و روی این نقطه هاپر رو بذارین دیگه، طوری که به هاپرها وارد چی بشن. همه هاپرها به این 2 تا هاپر وصل بشن و برن داخل صندوق. حالا اینجا رام کارپت بذاریم.
بعدش از این بلاک نیاز داریم و اینو یه دونه خاکم برمیدارم اینجا میاد. پس بعد اینا رو اینجا بذاریم که این دقیقاً درسته. همینجوری که من گذاشتم بعد هر 4 طرف رو بگیره. نزدیک بیفتم. خیلی هم خوب شد. حالا این 22 تا رو برمیداریم. نمیشه اینجا گذاشت. رای میزن. بلاک حالا برمیداریم. بلاک ها رو 4 تا از هر طرف میریم بالا. 1 2 3 3 همون 3 تا و این هم 4 رومی. همین رو همه طرف ها میریم بالا. خب این بالا رو میبینید. این بالا رو من برگ گذاشتم که روش مابی اسپان نشه. شما میتونید از شیشه یا کارپت یا اسلب هم استفاده کنید. حالا مهم نیست از چی استفاده میکنید. اینجا هم که سیاه‌سفید کردم فقط برای دیزاینش. حالا شما میتونید هر چیزی دوست داشتین با سلیقه خودتون درست کنید. الان من نیاز دارم که یه دونه زامبی ویلیجر بتونم پیدا کنم. زامبی ویلیجر رو درمان کنم. پویزنش بردارم. اینا. آقا من یه اشتباهی کردم و من ویلیجر رو آوردم بالا و اینا اصلا ویدیو نگرفت. این قسمتی که ویلیجر رو آوردم بالا و بعد این پایین رو ساختم. یه تیکه جای درستم که برای وسایل و اینا و تازه رید شروع کردم. اول ریده. الان اومدم اینجا رو چیز کنم. این ریده رو درست کنم. بعد این ریده چیز هم شد. واسه بهتون میگم که حواستون باشه حتما روی این صندوقا روی اینا همه پوشیده بشه از کارپت و اینا که یه وقتی روشون اسپام میشن. کوچکترین چیزی که روشون ماب اسپام بشه اینا اسپام میشن. و فارم هم الان داره این ساعت کار میکنه. آها این الان احتمال داشت روی این بلوک اسپام بشه و این بده. در کل این دوتا فارمی بود که داشتیم میساختیم دیگه. این فارم هم الان خیلی خوب کار میکنه. فارم XP هم میشه ازش استفاده کرد. الان یه فارم XP خیلی راحت تر هم از این اومده. در کل همین بود دیگه از این ویدیو و خیلی ممنون میشم که اگه دوست داشتین لایک کنید و کامنت بذارید و خداحافظ عزیزانم.